سلام بینندگان عزیز، در آغاز باز یک هفته نو آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از برنامه اخبار آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 25 ایول و من زرانگیز نوروز شاه با جمع همکاران در خدمت شما. در برنامه امروز این گزارش ها را داریم. ازبکستان یک نشست بین المللی با شرکت طالبان را میزبانی میکند. حامیان حقوق این همایش را شرم‌آور خواندند. نظرهای ضد و نقیض درباره مکتب‌های تابستانه یا لاگرهای دینی برای دختران در قرقیزستان. در این لاگر ما طرز درست خواندن قرآن را می‌آموزیم. و کارشناسان میگویند جمع‌آوری و ذخیره مواد غذایی برای 2 سال عملاً امکان ندارد. از هم مهلت گذشت یا تلخ میشوند یا زهر پیدا میکنند یا میپوسند. در نشست بین المللی اوید به وضع افغانستان که امروز در تاشکند شروع شد، نمایندگانی بیش از 20 کشور شرکت میکنند. مقامات ازبکستان گفتند نماینده ویژه امریکا توماس وست هم در آن حضور خواهد داشت. آنها مسئله رسانیدن کمک ضروری به مردم افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی میکنند. هیئت طالبان روز 24 ایول وارد تاشکند شد. هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته است، اما ازبکستان از کشورهای بود که همکاری را با آنها آغاز کرد. سیراج الدین اسلام درباره موضع‌گیری ازبکستان و فرق آن از موقع تاجیکستان در برابر طالبان تفصیلات می‌دهد. ازبکستان یگانه کشور در منطقه است که با حکومت طالبان آشکارا همکاری میکند. تاجیکستان در برخورد با طالبان بر اساس منافع ملی خود عمل میکند. حکومت تاجیکستان میگوید ملت‌های دیگر، اقوام دیگر از جمله تاجیکان نیز باید در صف در حکومت طالبان باشند. موقع تاشکند رسمی دیگر است. البته دو عامل حکومت ازبکستان را وادار ساخت که با طالبان روابط خوب برقرار کند. اولش اقتصادی و دومش امنیت. دولت ازبکستان در عوض کمک سیاسی و دیپلماتی از طالبان تقاضا میکند که از ورود گروه‌های مختلف افراطی به قلمرو ازبکستان جلوگیری کند. عامل دوم صرف اقتصادی می باشد. ازبکستان به بحر دسترسی ندارد مثل تاجیکستان. تاجران ازبک در حال حاضر برای انتقال محصولات خود به کراچی پاکستان، بندر کراچی پاکستان، به بازار جهانی برآمدن 35 روز صرف می کند. از این رو حکومت ازبکستان تلاش دارد که توسط قلمرو افغانستان به بندر کراچی راه آهن بسازد. در صورت عملی شدن این طرح ازبکستان می تواند در ظرف 3 روز محصولات خود را به بازار جهانی صادر کند. یعنی این معنا دارد که ازبکستان با روابط حسنه داشتن با حکومت طالبان می تواند اکسپورت خود را، درآمد خود را 10 چندان زیاد کند. تقریبا این بیش از 20 میلیارد می شود و این از نگاه اقتصادی برای حکومت تاجیکستان ازبکستان خیلی مفید است. تشکر. همکاران ما نشستی تاشکند را پیگیری دارند و تفصیلات آن در سامانه رادیوی آزادی نشر می شود. مقامات تاجیکستان هفته پیش خبر دادند که صدها جلد کتاب قرآن را به افغانستان بازپس فرستادند. این کتاب‌ها را یک صاحبکار می‌خواست به تاجیکستان وارد کند، اما مقامات آن را برای تشخیص مصادره کرده بودند. در نشست کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها امروز درباره سبب‌های راه ندادن این 13 تن کتاب قرآن به کشور صحبت کردند. تفصیلات موضوع در گزارش برات یوسفی. تماس هستند در تاجری که 13 تن کتاب‌های قرآن را از افغانستان به تاجیکستان وارد کردن می‌خواست، اجازه کمیته دین را نداشته است. این بود شرح کمیته دین، عنعنه و جشن و مراسم‌های تاجیکستان. همه گونه ادبیات دینی فرق ندارد و ادبیات پیروان کدام دین هستند، پیش از وارد گردیدن به حدود جمهوری باید از تشخیص دینشناسی گذرانده شود و همین حالتی که شما ذکر کردید این بنابر قبل از وارد کردن، یعنی مراجعه نکردن آنها برای گذراندن از تشخیص دینی است. از تشخیص دینی است و تا جایی که ما معلومات داریم با کمیته هم برای گذراندن این تشخیص دینشناسی مراجعه نشده بود در این مسئله. بنابر سبب اینکه چون این ترتیب رو رعایت نکردن، گمرک البته
адабиётҳои мазкурро бозпас гардонда ҳастем. китобҳои қуръонро аввали имсол як соҳибкор мехост ба тоҷикистон ворид кунад. мақомот ин китобҳоро барои ташхис мусодира ва баъдан ба афғонистон бозпас фиристоданд. ному насаби соҳибкоре ки мехост ин китобҳоро ба тоҷикистон ворид кунад ошкор намешавад ва маълум нест ки ӯ қабл аз овардани китоби қуръон ба мақомот муроҷиат карда буд ё не. чопи адабиёти динӣ дар дохили кишвар шароит ҳаст ва худи ҳамин соли гузашта мо чанд бор масалан ҳатто чопи навбатӣ қуръонро ҳам ба роҳ монда будем ва ҳар ташкилоти диние ки мехоҳад адабиёташ дар дохили тоҷикистон чоп шавад тибқи тартиб агар ба кумита муроҷиат кунад мо дар доираи ваколатҳомон ба онҳо чӣ медиҳем иҷозат медиҳем. мақомоти кумитаи дин хабар доданд ки дар нимсолаи соли ҷорӣ дар дохили кишвар 12 000 нусха китоби қуръон нашр шудааст. ҳамчунин ба гуфтаи онҳо пайравони дини масеҳӣ барои нашри 5 000 нусха китоби библия дархост кардаанд. тибқи омори расмӣ беш аз 90% аҳолии тоҷикистон мусалмонанд ва китоби қуръон барои онҳо муқаддас ҳисоб мешавад. сокинон баъзан вақт аз камчин шудани ин китоб дар дуконҳои китобфурӯшии мазҳабӣ шикоят мекунанд. дар нишасти хабарии кумитаи дин ҳамчунин мавзӯи нақзи қонуни танзим аз сӯи мансабдорон ба баҳс кашида шуд. масъулини ин ниҳод гуфтанд бархе аз мансабдорони тоҷик аз тарси қонуни танзим ва расонаӣ шудани номашон ҷашну маросимҳои худро ба номи касони дигар сабту барпо мекунанд. мақомот аз суҳбат дар бораи теъдоди мансабдорони қонуншикан худдорӣ мекунанд, аммо гуфтанд имсол мавридҳои нақзи қонуни танзим дар кишвар зиёд шуда дар ним сол беш аз 400 чунин ҳолат ثبت شده است. در قرقیزستان مکتب یا لاگرهای تابستانه مذهبی برای دختران معروف می شوند. در این درس ها به دختران سوره های قرآن و قاعده های نمازگزاری را می آموزند. شمار دقیق چنین مکتب ها در قرقیزستان معلوم نیست، ولی اینترنت پر از اعلان دعوت به لاگرهای تابستانه است. این مؤسسه ها از سوی دولت نظارت نمی شوند و در اکثر موارد به طلبات سانیتری جوابگو نبودند. خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی از یک چنین مکتب تابستانه مذهبی برای دختران دیدن کرد. کیومر سیاتو گزارش می‌دهد. در این مکتب یگان پسر نیست. 60 دختری از 9 تا 12 ساله در اینجا تعلیم دینی میگیرند. آنها از آغاز هفته تا روز جمعه در مکتب درس میخوانند و در همین جا زندگی میکنند. روزهای تعطیل دختران را به خانه هایشان میفرستند. مؤسسان مکتب تابستانه میگویند که هدف اساسی آموزش اسلامی عنعنوی به کودکان است. ما جوانان را به نیکوکاری دعوت میکنیم و از راهی بد میگردانیم. به کودکان باید تعلیم دینی داده شود. افراد زیادی هستند که فرزندان خود را به والدانشان سپرده نگاهبین نمیکنند. والدان زیاد شکایت میکنند که فرزندانشان تمامی وقت خود را در تلفن میگذرانند و به حرف والدان گوش نمیدهند. هدف ما تربیت کودکان در راهیه احترام والدان است. در دوام 15 روز تحصیل و زندگی در مکتب تابستانه به دختران سوره های قرآن را و قاعده های طهارت و نماز را می آموزانند. این بینای 3 آشیانه است. ما حالا در آشیانه دویم قرار داریم که در اینجا 3 صنف میخواند. این صنف یکی ب است. آنها الفبای عربی را میآموزند. برای خواندن قرآن آماده میشوند. انا این گروه را ما گروه یکم با آموزش جدی مینامیم. ما از صفر شروع کردیم. در این لاگر ما طرز درست خواندن قرآن را میآموزیم. ما 5 قاعده اساسی اسلام را آموختیم. اینجا باز امکان داریم از 3 زبان خارجی، عربی، ترکی و یا انگلیسی یکی را انتخاب کرده آموزیم. این مؤسسه را کمیسیون دولتی عاید به دین همچون سازمان ثبت نام کرده است، اما برای فعالیت آن چون لاگر اجازتنامه ندارد. مؤسسانش میگویند که مکتب امسال با خواهش زیاد والدان گشاده شد و به کودکان از روی کتاب‌های نشر کرده مفتیات درس میدهند. در دوره پاندمی چنین مکتب‌ها فعالیت نداشتند. بنابراین امسال مفتیات به قاضیان دستور شفاهی داد که اگر کسی امکان تأسیس لاگر یا مکتب تابستانه دارد ما ضد نیستیم. به رهبران مؤسسه‌های تعلیمی دستور آیین‌نامه‌ها داده شدند. اجازتنامه کمیسیون دولتی و سندهای لازمی هم هست.
ما تنها به مؤسسه‌های تعلیمی چنین سپارش دادیم. تعلیمات طبق مذهب حنفی صورت میگیرد، عقیده و جریان‌های دیگری اسلام آموخته نمی‌شوند. در قانون‌های قرقیزستان درس علاوگی دینی به کودکان پیش بینی نشده است، ولی در اینترنت ده ها اعلان درباره مکتب یا لاگر و باغچه‌های دینی نشر شده است. از تأسیس لاگر باید حتما حکومت محلی آگاه کرده شوند. همچنین کاری آن باید به طلبات بهداری جوابگو باشد. آنها باید برنامه تعلیمی خود را بر ریاست معارف پیشنهاد کنند. زیرا طبق سرقانون تعلیم باید دنیوی باشد. بعضی از معلمان از فعالیت مکتب‌های تابستانه دینی خوشنود نیستند. خوانندگان حرف آموزگار را چون واقعیت قبول می‌کنند. این تهدید هم وجود دارد که اگر معلم اصرار کند که حتما باید نماز خواند و حجاب پوشید، کودک این را حتمی قبول کرده از روی آن عمل خواهد کرد. امسال وزارت معارف 750 لاگر یا فراغتگاه نزد مکتبی را تأسیس داده است که 7000 کودک را فرا می‌گیرند. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته بخطری عضوقواری تاجیکستان توصیه به تکرار پرزیدنت امامعلی رحمان اوید به ذخیره 2 ساله غذا را شرح داد. دعوت پیوسته رئیس جمهور از ساکنان درباره داشتن ذخیره 2 ساله بسیار ساکنان را در تاجیکستان حیران کرده است. اکثریت میگویند آنها در فکر پیدا کردن حداقل خوراک 2-3 روزه خانواده‌شان هستند و توان ذخیره آرد و کارتوشکا و دیگر محصولات ضروری را حتی برای 1 ماه ندارند. خبرنگاران از رهبری کمیته عضوقواری تاجیکستان در این باره پرسیدند. نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهد. در سفرهای خود به ناحیه‌های کشور رئیس جمهوری تاجیکستان پیوسته با ذخیره‌های خوراکواری ساکنان شناس می‌شود. امامعلی رحمان دعوت می‌کند که هر یک عائله تاجیکستانی باید ذخیره 2 ساله غذا داشته باشد. اما برخی از مقامات و کارشناسان چنین دعوت پرزیدنت را اجرا نشونده می‌دانند. راهبری دولتی ما یک کم سال نیست، چندین سال است که با واسطه مراجعت می‌کند به مردم تاجیکستان که ذخیره 2 ساله خوراک را ذخیره کنید. این دو چیزایی که شما میگین البته ذخیره 2 ساله خوراک این به محصولات دانگی وابستگی دارد، اما را در نظر دارم. پیش از همه گندم، محصولات لوبیاگی، هم لوبیاگی و همین نخود، موش، همین چیزایی که ایران نگاه داشته میشه از ظرفای مخصوص تا. اجرای این دعوت به خصوص برای ساکنان شهرها دشوار است، زیرا مساحت اندکی منزلشان امکان نمیدهد که انباری کلانی خوراکواری داشته باشند. اما یک مسئول این کمیته میگوید که در شهرها سردخانه‌های بزرگ ساخته شدند. دکتر حاجی محمد عمر اقتصاددان تاجیک میگوید که چنین دعوت اجرا نشونده است، زیرا ساکنان تاجیکستان توان مالی ذخیره غذا را تنها برای 3 ماه دارند. قریب تمام مواد غذایی که ما شما استعمال میکنیم اونا مهلت دارند. یعنی از هم مهلت گذشت یا تلخ میشوند یا زهر پیدا میکنند یا میپوسند. رهگذران در کوچه های دوشنبه نیز این نقطه را تصدیق میکنند. در این وقت زمان نمیشه. برای چی؟ برای قیمتی هم. ذخیره هم نمیکنیم، هر روز چی افتیم همون هم میخریم. ذخیره چی در کنیم؟ این نرخو به ذخیره کرده نشود. این در حالی است که به گفته سازمان‌های بین‌المللی مالی درآمد تاجیکستانیان یکی از پست‌ترین‌ها در جهان است و مقامات باید برای تأمین امنیت غذایی از تدبیرهای دیگر کار گیرند. 5 نفر از جمله 4 کودک و نوروز که دست کم 3 نفری آنها از یک عائله بودند در زیر خاک مانده و جان باختند. در این باره کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده گفته است حادثه روز 24 ایول در دهه سنگپر جماعت دهات زیرکی شهر کولاب روی داد. همکاران ما موضوع را پیگیری دارند. تفصیلات در برنامه فردا پیشنهاد شما می شود. بیننده عزیز، این آخرین مطلب در برنامه اخبار آزادی بود. خبر و گزارش های دیگری روز را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار شما.